در زمانهای قدیم کشوری بود که شاه آن مرده بود. مردم بیرون شهر جمع شدند و وزیر باز شکاری را آورد و رها کرد. باز چرخی زد و روی دوش مردی که در کوچه‌ای نشسته بود قرار گرفت. آنان اینگونه برای خود شاه انتخاب می‌کردند. مردم نپذیرفتند و گفتند باز عوضی گرفته است. 3 بار این کار تکرار شد و هر بار باز روی دوش همان مرد نشست. طبق قانون همه وزرا جلوی او تعظیم کردند و تمام مردم به او ادای احترام نمودند. او را به قصر شاه برده و تاج بر سرش نهادند. وزیر می‌دانست او شایستگی ریاست بر جامعه را ندارد. از این رو به او گفت: اکنون شما شاه این کشور هستید و باید با تمام مردم و سفیران کشورهای دیگر سخن بگویید و با آنان از اوضاع کشور صحبت کنید. من نخی از زیر تخت شما می آورم و به انگشتان پاهای شما می بندم. هرگاه دیدم صحبت شما درست نیست، نخ را تکان می دهم. در این صورت شما سخن نگویید تا من صحبت کنم. شاه پذیرفت. خلاصه به همین روش هرگاه جلسه‌ای ترتیب داده می شد، بیشتر اوقات شاه صحبت نمی کرد و مردم خیلی آرزو داشتند شاه حرف بزند. خارجی ها گمان می کردند شاه برای آنان ارزش قائل نیست که با آنان صحبت نمی کند. پیش خود گفتند عجب شاه با عظمتی. وقتی هم شاه سخن می گفت فقط چند کلمه حرف می زد. اگر به جای بدی می رسید و می خواست صحبت کند، در حالی که تمام مردم چشم و گوششان به او بود، ناگاه وزیر نخ را می کشید. شاه که احساس درد می کرد با صدای بلند می گفت نخ را کشیدند و دیگر صحبت نمی کرد. مردم همه به فکر فرو رفته بودند که این چه حکایتی است، اما هرگز کسی از این راز خبردار نشد.